سرخط خبرهای مهم. هشدار و توصیه‌های وزارت کارهای داخلی برای سفر به روسیه. بازداشت 3 نشأه جلاب در خطلان نابالغ هم هست و مشکل و پیشرفت هوش صنعی در تاجیکستان. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی با امنودی رو تماشا دارید. امروز پنجشنبه 17 اکتبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای مهاجران کاری و دانشجویانی که میخواهند به روسیه روند بعضی قانون‌های نو قبول شده این کشور را شرح داده است. این نهاد در سامانه خود همچنین بعضی توصیه‌ها را داده از شهروندان خواسته است که در صورت به مشکل مواجه شدن به نمایندگی‌های تاجیکستان در منطقه‌های روسیه مراجعت نمایند. با اطلاع وزارت مهلت بودوباشی موقتی در روسیه از 1 ینور تا 31 دکبر سال 2025 در دوام یک سال 90 روز را تشکیل می‌دهد و از نو برقرار کردن مهلت بودوباش با راه برآمدن از سرحد امکان ناپذیر می شود. از این رو شهروندان تاجیکستان هنگام انتخاب منزل زیست در روسیه باید احتیاط کنند و خود را پیشکی محض در همان جایی که می‌خواهند زندگی کنند به قید گذارند. همزمان به دانشجویان تاجیک توصیه داده شده است که پس از رفتن به روسیه و وارد شدن به مؤسسه تعلیمی باید پیشکی برای تمدید مهلت بودوباش و نگاه داشتن اعتباری ثبت مهاجرتی در جای استقامتیشان کوشش کنند. در مراجعت نامه وزارت آمده است امکان دارد دانشجویان تاجیکی که حتی طریق بورسیه یا کوتا در روسیه تحصیل دارند با مشکلات گوناگون روبرو و حتی از این کشور اخراج شوند. به اطلاع وزارت از 7 ینور سال 2024 هر یک مهاجر باید درباره به کار قبول شدنش به مقامات کارهای داخلی روسیه آگاهینامه پیشنهاد نماید، وگرنه پیشنهاد نکردن آگاهینامه باعث بیکار کرده شدن پتنت می‌گردد. پلیس ولایت خطلان از بازداشت 3 نشأه جلاب خبر داده است. از آنها بیش از 25 کیلوگرم مواد مخدر مصادره شده است. رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان در گزارش تلویزیونی خبر داد که یکی از 3 نفر بازداشت شده ها و راهبر این گروه محمد علی قادرов با گروه های نشأه جلاب افغانستان رابطه داشته مواد مخدر را از آنجا دسترس کرده است. به گفته مقامات بازداشت شده ها اقرار شدند که واسطه های نشأه‌دار را می‌خواستند به ولایت سوخت برده در آنجا به فروش برآورند. به اطلاع منبع محمد علی قادرov پسر نابالغ خود را هم به این کار همراه کرده است. نسبت به بازداشت شده ها با گمان معامله غیر قانونی مواد مخدر پرونده آغاز کرده شده است. نظر آنها و نزدیکان و پیوندانشان به این قضیه دسترس نیست. ذهن صنعی یا اسکوسوین اینتلکت سالهای اخیر در ساحه‌های تندرستی، مالیه، معارف، فرهنگ، نقلیات، کشاورزی، صنعت و مشورت برای سرمایه‌گذاری زیاد استفاده می شود. اما برخی از کارشناسان تاجیک میگویند در استفاده ذهن صنعی یا خود هوش مصنوعی در تاجیکستان هنوز هم مشکلی‌های وجود دارد که باعث رشد ساحه گشتند. عبدالغنی عبدالوهاب و امیر عیسایف با پیگیری این موضوع گزارش تهیه کردند که همراه می‌بینیم. وقتی که حرکت میکنیم که با زبان تاجیکی آنها گپ زنند یا اینکه متن را با زبان تاجیکی به شکل آوازی گردانند، پس در اینجا کمبودی‌های زیاد دیده می‌شود. رستم گلوف کارشناس تاجیک میگوید حالا یکی از مشکل‌های اساسی در رابطه با ذهن صنعی این است که نظام‌های آن را نمی‌توان به زبان تاجیکی 100% استفاده کرد. همون لهجه‌ای که کلمه‌های تاجیکی آن تلفظ می‌شود به لهجه تاجیکی مانند نیست و خصوصاً از این نقطه نظر این یکی از مشکل‌هایی هست که در پهن شدن زبان تاجیکی در اینترنت باز یک مانع می‌شود. نسیم جان سمدوف صاحبکار جوان تاجیکی مقیم آلمان هم در یک مراجعت خود به پرزیدنت و نهادهای دولتی تاجیکستان دعوت کرده است که برای استفاده ذهن صنعی به زبان تاجیکی چاره‌ها اندیشیده شود. به گفته او اگر مهاجران کاری ما به جای کار سیاه استفاده تکنولوژی ذهنی صنعی را آموزند می توانند در داخل تاجیکستان هم پول خوب به دست آورند که این هم به نفع خانواده های آنها و هم اقتصاد کشور خواهد بود. الحال ذهن صنعی را در تاجیکستان بیشتر در بخش بانکی استفاده می کنند. گل انار عطابک مدیر بانک الف میگوید تقریبا نیمی درخواست‌های مشتریان بانک برای دریافت قرض توسط ذهن صنعی بررسی می‌شوند.
ما تلاش میکنیم این رقم باز هم بیشتر شود، زیرا در حقیقت کار را آسان میکند. کاری را که کارمند 10-15 دقیقه یا بعضا در 1 ساعت انجام میدهد، ذهن سنی میتواند تیزتر کار کرد، تحلیل و بررسی کند. Оценить и анализировать очень быстро. در اکادمیای علم‌های تاجیکستان هم گفتند که ذهن صنعی را برای برآورد نتیجه‌های علمی به کار میبرند. در مرکز ما برای ساختن اطلس‌های ذخیره‌های برقرارشونده انرژی ما بیشتر استفاده می‌بریم از ذهن صنعی و فرض کردیم انستیتوت مسائل گیدروانرژی و اکولوژی برای امثله‌سازی وضعیت اکولوژی، برای امثله‌سازی آینده‌بینی ذخیره‌های آبی. عزیزجان عظیمی گفت برنامه‌های هوش مصنوعی که حالا در تاجیکستان ساخته می‌شوند در بیش از 13 کشور دنیا خریدار پیدا کرده‌اند. زیاده از 50 بانک در 13 کشور دنیا از آن جمله ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عرب امروز استفاده برای میکنند از الگوریتم‌های ذهن صنعی که در تاجیکستان استحصال کرده شدند. ذهن صنعی را در تاجیکستان در ساحه‌های دیگر از قبیل تندرستی، مالیه، معارف، فرهنگ، نقلیات، کشاورزی، صنعت و مشورت برای سرمایه‌گذاری نیز می‌شود استفاده برد. به گفته گلوف، استفاده پررای نظام‌های هوش مصنوعی به زبان تاجیکی می‌تواند در کارهای زیادی از جمله استحصال کتاب‌های صوتی نیز کمک کند. اگر که با زبان تاجیکی متن را آواز کردن شود، حاجت نیست که ما مبلغ زیاد را برای اودیو کتاب ها ساختنش صرف کنیم. ذهن صنعی میتواند در این کار به ما یاری رساند. در تاجیکستان ترس از ذهن صنعی نیز وجود دارد. ممکن است هزاران نفر کار خود را از دست دهند. На самом деле, да, вся техника. در حقیقت همه تکنیک و اینوواسیا جایگزین آدم شده می توانند، ولی یک چیز را نمی توانند. حتی ذهن صنعی نیز نمی تواند. مفهومی هست با نام ملاحظه کسبی. به فکر من ذهن صنعی هیچگاه آن را عوض کرده نمی تواند و انسان همیشه لازم خواهد بود. Поэтому человек всегда будет нужен. هوش مصنوعی یا ذهن صنعی از زمان کشف شدنش باعث بحث هاست که تا کجا کاربرد آن به منفعت انسان و جامعه خواهد بود. با وجود اعتراض و هشدارها، شرکت‌های بزرگ جهانی در پی تکمیل و گسترش آنند. اخیراً کاشفان آن صاحب جایزه نوبل شدند. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی طرح پیروزی یا نقشه عمل در مقابل حمله روسیه را به وکیلان پارلمانی کشورش معرفی کرد. پیشتر زلنسکی این طرح را به همتای آمریکایی‌اش جو بایدن و رهبران چند کشور غربی پیشنهاد کرده بود. پرزیدنت اوکراین 16 اکتبر در ورخوونای رادا یا پارلمان گفت نتیجه جنگ در این کشور وضع جهان را در 10 ساله نزدیک معین می‌کند. ولادیمیر زلنسکی از ائتلاف جنایتکاران نام برد که به گفته او به جز روسیه اکنون کره شمالی را هم در بر میگیرد. زلنسکی 13 اکتبر ادعا کرد که کره شمالی به روسیه سرباز و اسلحه فرستاده است. این گزارش‌ها را مستقلانه تصدیق کردن امکان ندارد. رئیس جمهوری اوکراین همچنین ایران را متهم کرد که روسیه را با سلاح تامین می‌کند. تهران قبلا این را رد کرده بود. کشورهای غربی در رابطه با ارسال موشک‌ها از ایران به روسیه علیه چند شرکت ایرانی تحریم جاری کردند. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 17 اکتبر سال 1943 شادی شابدولов тавallud шудааст ки дар таърихи сиёсии тоҷикистон чун роҳбари ҳизби коммунист ва як вакили танқидгару ошкоргӯи парлумони тоҷикистон ёд мешавад. Шабдулов ки саркӯби озодиҳову гуногунандешӣ ва ҳам қонуншиканиҳоро дар интихоботҳо танқид кардааст, гуфтааст пояи иқтисод зербинои ҳар кишвар аст. роҳбарият бояд ба зербино таваҷҷӯҳ кунад, на ин ки ҳамаи моликиятро ба ин тараф ва он тараф ба ҳар баҳона тақсим кунад. натиҷаашро имрӯз дида истодаем.
از سنه 17 اکتبر سال 1987 با دستگیری سازمان ملل متحد روز مبارزه با قاشقی برپا می شود که هدفش یادآوری از مسئولیت در برابر مشکل ناداری و قاشقی و نابرابری است. قاشقی یک نوع دیگری پایمالشوی حقوق انسان است و هدف از اعلان روز ویژه جلب کمک و سرمایه ها و هم برنامه های پشتیبانی از اقتصادهای ضعیف و کشورهای در حال سنگین اجتماعی و اقتصادی است. تاجیکستان به فهرست کشورهای شامل می شود که سطح ناداری در آنها بلند می باشد. 17 اکتبر سال 2008 حکومت تاجیکستان برنامه اصلاحات ساختاری شرکت ملی هواپیمایی تاجیک ایر را تصویب کرد که آن را منعقدان نقشه ورشکستگی شرکت زمان موفق و پیشرفته هم مینامند. شرکت به 6 ساختار علاهیده، فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند، کلاب و قرغانتپه، اداره تاجیک ایروناویگاسیا و هم خود تاجیک ایر جدا شد و تدریجاً کار درآمدش به نیستی رسید. میدان پروازها به مونوپولیای سومون ایر تبدیل شد که بنا به تحقیقات ژورنالیستی نظارت پوره کار درآمدهای این شرکت خصوصی را نزدیکان پرزیدنت تاجیکستان در اختیار دارند. بانک ملی قربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 110 سومانی، 100 یورو به 1160 سومانی و 100 دلار 1065 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر.